گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می‌کنیم. شنوندگان محترم، حالا رادیو منتج داستان فخرالدین گرگانی، ویس و رامین را شنوید. مؤلفان گفتار علیخل دیوان خلف و عثمان کریموف. گفتار یکم. سالهای 1039 1042 اساسگزار سلاله سلجوقیان اتابک تغرلبک به سرزمین تبرستان دست اصطلاح دراز می نماید. در یک مدت کوتاه به وی میسر می شود که شهرهای نیشاپور، گرگان، شیراز، همدان، کوهستان و اصفهان را ضبط نماید. تغرلبک برای پرقوت کردن دولتداری و من بعد وسیع نمودن حدود حکمرانی سلجوقیان تمام دانش و مهارت حربی خود را استفاده می‌برد. علاوه بر این سرزمین غارت شده را به والیانش تقسیم نموده در نوبت خود به از آنها درخواست می‌نماید که هر یکی کشورگشایی بکنند. اینک به یکی از نزدیکانش عبدالفتح مظفر اصفهان را سپرده خود از پی غارت کوهستان می شود. شاعر فخرالدین گرگانی که شاهد اکثر خونریزی های دهشت‌آور سلطان بود، خرابی اصفهان و تباهی احوال خلق را دیده با حسرت می گوید: سپاهان را نماندی خیشت بر خیشت، نکردی کس به 100 سال اندرو کیشت. به فرمانش زبانهاشان بریدند، به دیده میل سوزان در کشیدند. ناله یتیمان و اشک دیده مادران و خواهران، بوی خون هزارها بیگناهی در ره وطن قربان شده دل شاعر را میفشردند. از این رو فخرالدین همیشه در کمین بود که کی از همسفری این غارتگری خانمانسوز جدا شود. نهایت تیر عقل او بر هدف رسید. به وی میسر شد که زمستان سال 1043 را در اصفهان گذراند. فخرالدین گرگانی زود در بین دبیران و ادیبان، دانشمندان و محفل آرایان با ذکاوت و استعدادش مشهور می گردد. روز حاکم اصفهان حدیث ویس و رامین را موافق طبع و ذوق دایره اشرافان شمرده: چی گویی در حدیث ویس رامین که میگویند چیزی سخت نیکوست، در این کشور همه کس داردش دوست. ندیدم زان نکوتر داستانی، نماند جز به خرم بوستانی. ولیکن پهلوی باشد زبانش، نداند هر که برخواند بیانش. کجا مردم در این اقلیم هموار، بوند آن لفظ شیرین را خریدار. اگر داننده در وی برد رنج، شود زیبا چو پرگوهر یکی گنج. کجا این داستان نامدار است، در احوالش عجایب بیشمار است. حاکم از نقشه نهانی شاعر که او با بهانه از پهلوی بدری گرداندن مثنوی تمام فسق و فجور، قباحت و رذالت خانواده اشرافان دور را فاش نموده، بر نادان و مرتد بودن آنها از تحت دل خندیدن میخواست. واقف نگردیده فرمان میدهد: بیارا همچون ایسان بوستان را. فخرالدین گرگانی امکان پیدا میکند که حیات دل بی‌حضور کننده فیادالی را به طوری باید و شاید تصویر نماید. برابر این تنتنه عشق از متاع وفا، صدق و صداقت پیراهن داشته را نشان داده
قید می کند که جهالت شاهنشاه موبد را آتش فروزان و چنگال شیرگیر عشق برباد خواهد داد. کنون آغاز خواهم کرد ناچار، که جز پندش نخواند مرد بیدار. نوشته یافتم اندر ثمرها، ز گفتی راویان اندر خبرها. که بود اندر زمانه شهریاری، به شاهی کامگاری بختیاری. همه شاهان مرو را بنده بودند، ز بهر او به گیتی زنده بودند. چه خرم جشن بود اندر بهاران، به جشن اندر سراسر نامداران. ز یک سو مطربان نالنده بر مول، دیگر سو بلبلان نالنده بر گل. نکوتر کرده می نوشین لبان را، چه خوشتر کرده بلبل مطربان را. بروی دوست بر دو گونه لاله، بتان را از نکویی بس پیاله. شاهنشاه در حالت سرخوشی بهترین ماهرویانی از کشورهای دور آمده را از نظر می گذراند. به قطار شیرین، زرینگیس و آبنار و آبناهید و دیگران در بزم کتبانوی ماهآباد شهرو نیز اشتراک داشت. شاهنشاه اگر چندی صحیح نام دلبری ماهروی را کیهو بزنی گرفته بود، ولی با یک دیدن مفتون حسن و جمال شهرو می گردد. وی به بازوان شهرو چسبیده تولا می کند که او به آفتابی تبدیل یافته، هستی او را نورپاش کند. شهرو از اجرای این خواهش شاهنشاه سرکشی نموده، به شوهرش قارن خیانت کردن را نمی خواهد. آنگاه موبتی از این عشق ناکام شده، دختر آن صاحب جمال را به زنی گرفتنی می شود. شهرو اظهار می کند که وی تا به حال دختردار نشده است، ولی اگر رفت و دختری تولد یابد حتما به او خواهد داد. سالها پی هم می گذرند. شهرو حامله شده دختری گلندامی تولد می کند. او را ویس نامیده به خوزستان به تربیه دایه می فرستاند. در آنجا الکی رامین به دست همان دایه تربیه می یافت. هر دو تا سن 10 سالگی یک جای کلان می شوند. بعد این رامین را به خراسان می آورند. ویس تنها در اختیار دایه مانده قدرس می شود. ناز و اشوه های ویس می فزاید. زیبایی و حسن فوق‌العاده او هر بیننده را مفتون می گرداند. به طلبات خرج و خراجات او امکانیت دایه نمی رسد. بنابر همین هم روزی دایه به شهرو نامه نوشته: به من دادی ورا آنگه کی زادی، سزای دخترت چیزی ندادی. کنون بر است پیش من بسد ناز، به پرواز اندر آمد بچه‌ای باز. همی ترسم که گر پرواز گیرد، به کامی خود یکی انباز گیرد.
بیپروردم ورا چنان کی باییست، به هر رنگی و هر بویی کی شاییست. چو این نامه بخوانی هرچی زودتر، بکن تدبیر شهرآرای دختر. که من زین بیش او را بر نتابم، همون چیزی که می خواهد نیابم. شهروی قریب دختر را فراموش کرده، بعد رسیدن نامه دایه زود به خوزستان کس فرستاده، ویسی به کمال رسیده را می آورد. مادر می بیند که ویس در دلربایی و زیبایی بی همتا بوده، عشق جوانی سرشار و نشان او در هر دو گونه پدیدار. قامتی به سروی سیهی مانند و گیسوی مشک و عنبری ناگند و چهره خورشیدگونش دوره جوانی شهرو را به خاطر می آورد. از این رو مادر از حسن آفریده خود بالیده در کشوری ماهاباد سزاواری او را نمی بیند. بعد چندی صفتهای محبولی ویرو میل شهرو را به خود جلب می نماید. وی قرار می دهد که ویس را به ویرو دهد. این خبر به موبد پیری فرتود می رسد. او بی تاخیر زرد را با لشکریان به سوی ماهاباد فرستاده عروسش را درخواست می نماید. مرا فرمان چنین آمد ز خسرو، که روز و شب میاسای و همی رو. براه اندر شتابی تو چنان باد، که گردت را نیابد در جهان باد. همی تا باز مرو آیی از این راه، نیاسایی ز رفتن گاه و بیگاه. براه اندر نه خسبی نه نشینی، زی پشتی اسب شهرو را ببینی. رسانی نامه چون پاسخ بیابی، اینانی باره سوی مرو تابی. چو نامه خواند و این گفتار بشنید، چو نام از این به خود شهرو بپیچید. ز کردار خودش آمد همی شرم، دلی سنگین او زین شرم شد نرم. دماغش خیره گشت و چشم تیره، ز خجلت ماند اندر کار خیره. شهرو خیره شد از نامه شاه، چنان کش دل نبود از گیتی آگاه. فرو افکند سر چون شرمساران، همی پیچید چون زنهار خاران. چنان چون بود شهرو دل شکسته، لب از گفتار بسته دم گسسته. مرو را دید ویسی ماه پیکر، ز شرم و بیم گشته چون معصفر. چی رسیدت که هوش و گونه از تن برپریدد؟ ز هنجاری خرد دور افتادی، که رفتی دختی نازاده بدادی. خرد گفتاری چونین کی پسندد، روا باشد که هر کس بر تو خندد. چی نامی و از کی داری تخم و گوهر؟ از کسهای شاهم، به درگاهش ز پیشانی سپاهم. چو با لشکر بجنبد نامور شاه، من او را پیش رو باشم به هر راه. هر آن کاری که باشد نام بردار، شهنشاه مرا فرماید آن کار. چو رازی باشدش با من بگوید، زی من تدبیر خواهد راه جوید. به هر کاری بدو دمساز باشم، به هر سری بدو همراز باشم. همیشه سرخ روی و خویش کامم، سیاه اسپم چنین و زرد نامم. زرودا زرد بادان کت فرستاد،
بدین فرزانگی و دانش و داد. به مرو در شما را باشد آیین، که یک زن را دو کس آرد به کابین. اینانی باره شبرنگ برتاب، شتابان رو برخ چون تیری پرتاب. ولیکن بر پیام من به موبت بگو، چون تو نباشد هیچ بخرد. بسی گاه هست خیلی روزگار است، که نادانید بر ما آشکار است. زی پیری مغزت آهومند گشته است، زی گیتی روزگارت در گذشته است. تو را گر هیچ دانشیار بودی، زبانت را نه این گفتار بودی. زرد این گونه جوابی سرد و تلخ ویس را شنیده به هیجان می آید و همانا اینان اسبش را سوی مرو می گرداند. موبد صبر و طاقت را از اختیار داده پاسبان راهی زرد شده بود. خوشخبر آوردن زرد را انتظاری می کشید. بناگاه چنگی اسبی را دیده به پیشوازش شتافت. زرد زود پیاده شده دامن شاهنشاه را گشته و برگشته بوسید و واقعی با چشمانش دیده و با عقل مشاهده کردهش را نقل نمود. خبری ناخوش تار دل موبد را بکند و او را سراسیمه و دلافگار نمود. موبد از پیمانشکنی شهرو به غضب آمده لشکر جمع کرد. با شمشیر تیز و نیزه جانستان، پیل و شیر ژیان آراسته به سوی ماهآباد رهسپار گردید. ویروی و شهرو نیز این خبر را شنیده به مقابل موبد آماده شدند. اینک زد و خوردی دهشت‌آوری سر زد. در این حرب و ضرب موبد از ویرو شکست خورد. شاهنشاه از چنین رنگ گرفتن کار به خشم و غضب آمده به صادر کردن همه گونه رذالت حاضر گردید. بارها با قوه نو به نو به هجوم گذشت، ولی نتیجه دلخواهی به دست نآمد. پس موبد راه مکر و نیرنگ را پیش میگیرد. کوشش میکند که علاج کرده دل ویس را به دست آرد. جنگ را بس کرده به نزد ویس رسولی میفرستاند و اظهار عشق می نماید. ویسی مهپیکر و قوی اراده به نزد شاهنشاه سر نفرآورده خیلی تند جوابش میدهد. آنگاه شاهنشاه وصف دارایی و بایگری کرده التجا می نماید که این همه ثروت بخشی تنها ویس خواهد گردید. ولی این پیامی بد شنیدم و زو زهری گزاینده چشیدم. کنون رو موبدی فرتوت را گوی، به میدان در میفکن از بلا گوی. مبرزین بیش در امید من رنج، به بادی یا فکاری بر مده گنج. نیگر تا تو نپنداری که هرگیز مرا زنده بزیر آری از این دیس. و یا هرگیز تو از من شاد باشی وگرچی جادوی استاد باشی.
من از دادا ترسم با جوانی، نترسی تو که پیری ناتوانی. بی ترس ار بخردی از داد داور، کجا این ترس پیران را نکوتر. مرا پیرایه و دیبا و دینار، خداوندی جهانم داد بسیار. به پیرایه مرا مفریب دیگر، کی داد ایزیب مرا پیرایه بیمر. مرا تا مرگ کارن یاد باشد، زی پیرایه دلم کی شاد باشد. وگر من زین همه پیرایه شادم، نه از پشتی پدر باشد نژادم. نبشکوهد دلی من زین سپاهت، نه نیز امید دارم بارگاهت. تو نیز از من مدار امیدی پیوند، که امیدت نخواهد بود برومند. وگر گیتی برویم سختی آرد، مرا روزی به دستی تو سپارد. تو از پیوندی من شادی نبینی، نه با من یک زمان خرم نشینی. شاهنشاه حالی ویس بشنود، بجان اندر هوای ویس بیفسود. برادر بود او را دو گرامی، یکی رامین و دیگر زرد نامی. شهنشاه پیش خوان آن هر دوان را، بر ایشان یاد کرد این داستان را. دلی رامین زگاهی کودکی باز، هوای ویس را می داشتی راز. همی پرورد عشق ویس در جان، زی مردم کرده حالی خویش پنهان. چو رامین را هوا در دل برآشفت، ز روی مهربانی شاه را گفت. مبر شاها چنین رنج اندر این کار، مخور بر ویس و بر خوبیش تیمار. کز این کارت بروی آید بسی رنج، به بیهوده برافشانی بسی گنج. چنان تخمی که در شوره فشانی، هم از تخم و هم از بر دور مانی. نه هرگز ویس باشد دوست دارد، نه هرگز راستی جوید بکارد. چگونه دوستی جویی و پشتی، ز فرزندی که بابش را بکشتی. چو در خانه بود دشمن تو را یار، چنان باشد که داری باستی مار. بتر کار تو را با ویس آن است، که تو پیری و آن دلبر جوان است. اگر جفتی همی گیری جزو گیر، جوان را هم جوان و پیر را پیر. چنان چون مرد را باید جوانی، مرو را نیز باید همچنانی. تو دی ماهی و آن دلبر بهار است، رسیدن تان به هم بسیار کار است. اگر دانی که من می راست گویم، از این گفتن همی سودی تو جویم. ز من بنیوش پندی مهربانی، چنان یوشی تو را دارد زیانی. این نصیحتی برادر به موبت همچون زهری قتال وانمود گردید. موبتی عقل و هوش گم کرده حقیقتی را دانستن نمیخواست. جلوی او را عشقی در آوان پیری به سر افتاده، به طرف کلفت، رسوایی و شرمندگی و بدبختی میکشید. از این رو هور عشقش بیشتر برافروخته، از پی هرچی زودتر به کام آوردن ویس می شود. اینک مکری نوی را دستورالعملش نمود. به شهر نامه نوشته، از حد گذرا انعام و بخشش و ولایت‌های زیادی را تسلیم او کردنی می شود. شهر فریفته بایگری شاهنشاه شده. اعتراض ویس را به این نوبت نگرفته راضی شد که دخترش را به شاه دهد.
نالش و فیغان ویسی هدفی تیر جهالت زمانشده را کسی نمیشنوید. کسی دادرسی نمی کرد. ویس مشتی پری را میماند که شاهنشاه ظالم و بدکار با او هرچی میخواست آن میکرد. همی شد تا به پیشی او شهنشاه، بلورین دست او بگرفت ناگاه. کشان از دیز به لشکرگاه بردش، به نزدیکان و جانداران سپردش. نشاندندش همانگاه در اماری، اماری گشت از او باغی بهاری. بگیردش خادمان و نامداران، گزیده ویژگان و جان سپاران. همانگه نای رویین در دمیدند، سری پیکر بدو پیکر کشیدند. همان ساعت براه افتاد خسرو، برابر گشت با بادی سبک رو. چون شیری که گیرد گوری بسیار، و یا مردی که یابد گنج شهوار. در این دم رامین با گروهی پهلوانان در نخچیرگاه بود. آمده ایستادن نزدیکان شاهنشاه را دیده به پیشوازشان اسب دواند که ناگاه برآمد تند بادی نوبهاری، یکایک پرده پیر بود از اماری. تو گفتی که از نیام آهخته شد تیغ، و یا خورشید برون آمد از میغ. رخی ویسه پدید آمد ز پرده، دلی رامین شد از دیدنش برده. تو گفتی جادوی چهره نمودش، به یک دیدار جان از تن ربودش. اگر پیکان زهرآلود بودی، نه زخمی او بدین سان زود بودی. کجا چون دید رامین روی آن ماه، تو گفتی خورد بر دل تیر ناگاه. ز پشتی اسب کوه پیکر بیفتاد، چو برگی کز درختش بفکند باد. دقیقه های بیهوشی دوام می کند. سروران و پهلوانان به گرد رامین جمع آمده در حیرت می مانند. چی بودی گر دگر ره باد بودی، ز روی ویس پرده در ربودی. چی بودی گر یکی آهم شنودی، نهان از پرده آن عارض نمودی. چی بودی کو رخی زردم بدیدی، فغان و آه پر دردم شنیدی. شدی رحمش بدل از روی زردم، ببخشیدی بر این تیمار و دردم. چی بودی گر براهن در از این پس، ایماری داری او من بودم و بس. چی بودی گر کسی مردی بکردی، درودی من بدان بود روی بردی. چی بودی گر مرا در خواب دیدی، دو چشمی من پر از خوناب دیدی. دلی سنگین شلختی نرم گشتی، به تابی مهربانی گرم گشتی. چی بودی گر شدی او نیز چون من، ز مهر دوستان بر کام دشمن. ویسی جگر سوخته و قنات شکسته را به مروی شاه جان آوردند. اگر چندی قصر و بوستان شاهنشاه از حسن دلربای ویس دو چند زیبا و آراسته شده،
به مأوای راحت افزای تبدیل یافت. ولیکن موبت در آن راحت و آرامی را در نیافت. ویس به حالتی ماتم زده بود. کسی را دیدن و چیزی را شنیدن نمیخواست. همراز و همدردش تنها حسرت دلی پرعلم و اشکی رودبار دیدهش بود. به چنین حال گرفتار شدن نهال پروردش را دایه شنیده به سوی او میشتابد. وی گلی سری سبدی گلدستش را به چنین حال دیده چرا جان در تباهی می گدازی؟ چی پردازی؟ تن از خون کی جان است؟ چی ریزی آنک جان را زوزیان است؟ توی چشم و سرم را روشنایی، توی با بختی نیکم آشنایی. تو را جز نیکی و شادی نخواهم، هم از تو بر تو بیدادی نخواهم. مکن ماها چونین با بخت مستیست، چو بیستیزی بدین سان سخت مستیست. دایه ویسی گریبان چاک و رخ ابگاری در بین خاک و خاکستر نشسته را با دانش و مهارت فوق‌العاده خود به حیات برمیگرداند. نقشه و اندیشه های زیادی را به ویسی دلارام پیشنهاد می نماید. تأکید می کند که جوانی و حیات در پیش است. به او می فهماند که امکانیت را استفاده نموده خونی پدر و قصد بدبختی خود را از موبت بستاند. چاره اولین طلسم کردن مردی موبت می شود. ویس از عمل شدن این چاره خرسند شده تراوت اولش برمی گردد. رامین مشعل عشق را خاموشانده نمی توانست. رنگ زرد و حال تباه، ولی طبیبی درد ناپدید. وی همیشه در آن باغی که ویس گاه گاه سیر و گشت می کرد مکان اختیار نموده می پایید. از گل و سنبول، دال و درخت، گیاه و نباتات و بلبلان خوشنوا درخواست نموده. گوا باشید بر من، ببینیدم چنین بر کام دشمن. چو ویس آید به وی حالم بگوید، دلش را از ستمگاری بشوید. هزار دستان چرا خوانید فریاد؟ شما را از جهان باری چه افتاد؟ شما با جفت خود بر شاخ سارید، نه چون من مستمند و سوگوارید. شما را از هزاران گونه باغ است، مرا بر دل هزاران گونه داغ است. شما را بخت جفت و باغ داد است، مرا در عشق درد و داغ داد است. شما را ناله پیش باغ باشد، چرا باید که درد و داغ باشد؟ شما را ناله نزد یار خویش است، چنین از ناله دلتان از چه ریش است؟ مرا زیباست ناله گاه و بیگاه، که یارم نیست از دردی من آگاه. مرا می شاید این افغان زاری، که دورم زانگلی باغی بهاری. مرا در خور بود این آه دلسوز، که دورم زانگلستانی دل افروز. مرا شاید بخاری جان سپردن،
ز دردی دلبری خود جان نبردن. این دم دایه به سیر و گشت برآمده باغ را تماشا می کرد. به ناگاه دایه برخوری چشمی رامی می شود و او ای مرا از جان فزونتر، منم پیشی تو از برده زبونتر. تو شیرینی و گفتاری تو شیرین، تو نوشینی و دیداری تو نوشین. مرا تو مادری ویسه خداوند، بجانی وی خورم همواره سوگند. چونو خورشید چهر و ماه پیکر، چونو بانو نژاد و شاه گوهر. نبودن در جهان و هم نباشد، که را او جفت باشد غم نباشد. بدان زاد است پینداری ز مادر، که آتش برکشد از 7 کشور. همی گویم چو از عشقش بنالم، مبادا حال او هرگز چو حالم. همی گویم چو از مهرش بسوزم، مبادا روز او هرگز چو روزم. به هر دردی که من بینم ز مهرش، کنم 100 آفرین بر خوب چهرش. چنین خواهم که باشد جاودانی، مرا زو رنج و او را شادمانی. راما جاویدان زی، به کامی دوستان دور از بدان زی. بلندی و درستی مر تو را باد، مباد از بخت بر جان تو بیداد. به فرت من درست و شاد کامم، به کامت نیک بخت و نیک نامم. همیدون دخترم روشن خروما، که بسته باد بر وی چشمی بدخواه. چو رویش باد نیکو سال و ماهش، چو لعلش باد خندان نیک خواهش. چو مویش بدزگالش باد پیچان، چو رویش نیک خواهش باد رخشان. همه گفتاری تو دیدم به آهو، چو دیداری تو جان افزا و نیکو. جز آن کو مر تو را بدبخت کرده است، که بر بیدادی تو دل سخت کرده است. ندارم از تو این گفتار باور، که او بر تو نه شاه است و نه داور. دایه عرض رامین را از روی هوا و هوس می داند، ولی او نه از رنج نه از رامیش به دل شادم، نه از گنج. نه با یاران به میدان اسب تازم، نه چوگان گیرم و نه گوی بازم. نه یوزان را سوی گوران دوانم، نه بازان را سوی کپکان پرانم. نه می گیرم نه با خوبان نشینم، نه جز وی در جهان کس را گزینم. نه یک ساعت ز درد آزاد باشم، نه یک روزی به چیزی شاد باشم. به کاری خویش در چونین اسیرم، نبینم دوست داری دستگیرم. تویی از دوستان پشت و پناهم، تویی فریاد جو و چاره خواهم. چی باشد گر کنی مردم ستانی، مرا از چنگ بدبختی رهانی. دری بسته ز پیشم برگشایی، بروی ویسم راه نمایی. گر اکنون از تو نومیدی پذیرم، به مرگی ناگهان پیشت بمیرم. مکن بی جرم را در چاه مفکن، نمک بر سوخته کمتر پراگن.
تو را بنده شدستم، بنده بپذیر و از این سختی یکی ره دست من گیر. توی درمان دردم در جهان بس، در این بیچارگی فریاد من رس. به جز تو در جهان کس را ندانم، که با او راز خود گفتن توانم. پیامی من بگو با آن سمن بر، بهانه بیش از این پیشم میاور. مرا تا جان بود ای دایه در تن، ندارم یک زمان دست زدامن. به شمشیرم کنی گر پاره پاره، نجویم من ز کس غیر از تو چاره. رحم و شفقت دایه بر حال زار و نزار رامین می افزاید. واقف می گردد که عشق پاک جوانی سرشار است و از آغوش این گونه محبت رها یافتن امکان پذیر نیست. بنابراین برای خوشبخت نمودن رامین کمر می بندد. با رامین دلباخته خیر و خوش نموده رهی قصر را پیش می گیرد و به ویس می گوید: چی دیوستین که بر جانت نشست است؟ دری هر شادی بر تو ببست است. کمان کردی برنج اندر سیهی سر، تو پین داری که در چاهی نه در مرو. سبکتر کن ز دل باری گران را، کز آسیب سخت آید روان را. نه بس کاری بود آسیب بردن، گذشته یاد کردن درد خوردن. ز غم خوردن بتر پتیاره نیست، ز خرسندی به را چاره نیست. اگر فرمان بری خرم نشینی، به بختی خویش خرسندی گزینی. این چه روز است که گویی آتشی آرام سوز است؟ به هر روزی که نو گردد ز گردون، مرا نو گردد اندوهی دگرگون. گناه از مرو بینم یا ز اختر، و یا زین چرخ خودکامی ستمگر. که گوی کوهی چون البرز 70 نگون شد، ناگهان و بر من افتاد. نه مروستین که بومی تنگداز است، نه شهر است این که چاهی شست باز است. نگارستان و باغ و کاخ شهوار، مرا هستند همچون دوزخی نار. تنی من در تارا راه گشته است، تو گویی جانم آتشگاه گشته است. دلی من ز آتشی حسرت چنان است، که ماهی بر سری تابه تپان است. تو را دایه ز هر درد فدا باد، غمی تو مشنواد و بد مبیناد. شنیدم هرچی گفتی ای پری روی، فتاد اندر دلم چون آهن و روی. اگرچه درد بر تو بیکران است، مرا دردی تو بر دل بیش از آن است. مبر اندوه کد بردن نه آیین، به تلخی مگذران این عمر شیرین. برآمیش دار دل را تا توانی، چه 2 روز است ما را زندگانی. مکن پدرود یک بار جهان را، مکن در بند جاویدان روان را. ویس از چنین نصیحت دایه به شور آمده، با سخنهای قبیح او را از درگاهش راندنی می شود. ولی دایه با 100 گونه افسونگری و
چرب زبانی ویس را مجبور می کند که او را تا به آخر گوش کند. وی به تفصیل درباره طرز حیات شخصانی دربار نقل کرده همه فسق و فجوری آنها را بیان می سازد. چشم کشاده به اطراف نگریستن ویس را خواهش می نماید. بعد این دل شوریده ویس کمی تسکین یافته به چنگال دایه می افتد. بوی سرور و شادی از یک طرف و شنیدن صفتهای رامین از طرف دیگر امید ویس را به حیات می بندد. تخم محبتی که دایه به دل ویس می کارد آهسته آهسته سبزیده به بار نزدیک می شود. اینک رامین به وسیله دایه صاحب عشق ویس گردیده در گوشه دل او مسکن می گزیند. روزی شاهنشاه از مرو برآمده سفر خراسان را پیش می گیرد. دایه باشد. گهی آراست ویسی دلستان را، گهی ایوان خرم بوستان را. چو گنبد را ز بیگانه تهی کرد، ز راهی بام رامین را درآورد. چو رامین آمد اندر گنبدی شاه، نه گنبد دید گردون دید با ما. اگرچه دید روی ویس دلبر، نیامد دلش را دیدار باور. دلی بیمارش از شادی چنان شد، که گفتی پیر بود از سر جوان شد. تنی نالانش از شادی دیگر شد، تو گفتی مرده بود او جانور شد. روانش همچو کشتی پژمریده، امید از آب و از باران بریده. ز بوی ویس آبی زندگانی، بخورد و ماند نامش جاودانی. چو با ماهی جهان افروز بنشست، ز جانش دود آتش سوز بنشست. بدو گفت ای بهشتی جاودانی، به تو یزدان نموده نیک نامی. به گوهر بانوان را بانوی تو، به غمزه جادوان را جادوی تو. گلی کافور رنگی مشک بویی، بوتی شمشاد قدی لاله رویی. تو از خوبی کنون چون آفتابی، خنک آن کس که تو بر وی بتابی. بدو گفت ای جوان مردی جوان بخت، بسی تیمار دیدم در جهان سخت. بگو تا تو چی خواهی کرد با من، ز کام دوستان و از کام دشمن. به مهر اندر چو گل یک روزه باشی، نه چون یاقوت و چون فیروزه باشی. بگردد سال و ماه و تو بگردی، پشیمانیت باشد زین که کردی. اگر پیمان چنین خواهد بودن، چی باید این همه زاری نمودن؟ به یک روزه مرادی کش برانی، چی باید برد ننگی جاودانی؟ نیرزد کام 100 ساله یکی ننگ، کزو بر جان بماند جاودان زنگ. هزاران آفرین بر کشورت باد، همیدون بر خجسته گوهرت باد. هزاران آفرین بر مادری تو، کزو زاد این بهشتی پیکری تو. بس است این فخر مروی شاه جان را، که آرام است چون تو دلستان را. بس است این فخر و این اورنگ شه را، که دارد در شبستان چون تو مه را.
مرا این خرمی بس تا به جاوید، که نامی گشتم از پیوند خورشید. بدین گوشی که آوازت شنیدم، بدین چشمی که دیدارت بدیدم، از این پس نشنوم جز نیک نامی، نبینم جز مراد و شاد کامی. پس آنگه ویس و رامین هر دو با هم، ببستند از وفا پیمان محکم. نخست آزاد رامین خورد سوگند، به یزدان کوس گیتی را خداوند. که تا بادی وزد بر کوه ساران، و یا آبی رود بر رود باران. نگردد بر وفا رامین پشیمان، نه هرگز بشکند با دوست پیمان. نه جز بر روی ویس مهر ورزد، نه کس را دوست گیرد نه پسندد. پس آنگه ویس با وی خورد سوگند، که هرگز نشکند با دوست پیوند. به رامین داد یک دسته بنفشه، به یادم دار این را تو همیشه. کجا بینی بنفشه تازه بربار، از این پیمان و این سوگند یاد آر. چونین بادا که بودو کش بالا، هر آن که بشکند پیمانش از ما. که من چون گل ببینم در گلستان، به یاد آرم از این سوگند و پیمان. چو گل یک روزه بادا جان آن کس، که از ما بشکند پیمان از این پس. لب در لب نهاده روی بر روی، در افکنده به میدان از خوشی گوی. ز تنگی دوست را در بر گرفتم، دو تن بودم در بستر چو یک تن. اگر باران بران هر دو سمنبر، بباریدی نگشتی سینه شان تر. شاهنشاهی به نخچیرگاه بی رامین رفته پشیمان می شود و زود کسی را با نامه نزد رامین می فرستاند. رامین خواهش شاهنشاه را به جا آورده، ویسو دایه را به پیش موبد می رساند. چندگاه وقت را با نخچیر و شادی گذراندند، ولی ناگهان خبر اسیان برداشتن ارمنها می رسد و شاهنشاه قرار می دهد که با سرداری رامین لشکر را بهر پخش نمودن اسیانگران فرستاند. از این قرارداد ویس بی خبر بود. با مقصد آگاهانیدن ویس، دایه نصف شب موبد را خفته پنداشته واقع را به ویس بیان می کند و خیر و خوش نمودن او را درخواست می نماید. موبد بیدار بوده همه گفتاری دایه را می شنود و مثل درنده به سوی او حمله می آرد. بیارید این پلیدی بدکنش را، بلای گنده پیری سگمنش را، که من کار کنم با وی سزایش، دهم مر دایگانی را جزایش. ویس نمی گذارد که موبد دایه را دنبالگیری نماید. آنگاه شاهنشاهی از غضب دیوخو گردیده به ویس دلستان رو ورده. نه جانت را خرد، نه دیده را شرم، نه رایت راستی، نه کارت آزرم. بخوردی ننگ و شرم و زینها را،
بننگ اندر زدی خود را و ما را، زدون و راستی بیزار گشتی، بچشمی هر کی بودی خار گشتی. دو چشمانی تو با آتش بسوزم، وزان پس دایه را بردار دوزم. شهری خیش رامین را بینانم، دیگر هرگز بنامش بر نخوانم. نگه کن تا سمن بر ویس گل روخ، بتندی شاه را چون داد پاسوخ. ز تختی شاه چون شمشاد برجست، بکش کرده بلورین بازو و دست. سخنها هرچی گفتی راست گفتی؟ نکو کردی که آهو نانخفتی؟ کنون خواهی بکش خواهی بیرانم، وگر خواهی برآوردیدگانم. وگر خواهی بوبند در جاویدان دار، وگر خواهی برهنه کن به بازار. که رامینم گزینی دو جهان است، تنم را جان و جانم را روان است. چراغی چشم و آرامی دلم اوست، خداوند است و یار و دلبر و دوست. چی باشد گر به مهرش جان سپارم، که من خود جان برای مهر دارم. من از رامین وفا و مهربانی نبرم تا نبرد زندگانی. در این دمی جنگ و جدل برادر ویس می آید. چونین ناپارسا شکل گرفتن کار را دیده، خواهرش ویس را مذمت می کند. به شاهنشاه خیانت کردن خواهر را نشانه بد انسانی شمرده، توبه و عفو پرسیدنش را طلب می کند. اما ویس به او چنین می گوید: قضا بر من برفت و بودنی بود، از این اندرز و این گفتار چی سود؟ دری خانه کنون بستن چی سود است، که دزدم هرچی در خانه ربود است. مرا رامین به مهر اندر چنان بست، که نتوانم ز بندش جاویدان رست. اگر گویی یکی زین هر دو بگزین، بهشتی جاویدان و روی رامین. به جانی من که رامین را گزینم، که رویش را بهشتی خیش بینم. برادر تقدیر خواهر را به دادار پاک حواله کرده، خود با رامین چوگان بازی نموده قوه او را می سنجد. در مقابل خود حریفی هنرمند و با غیرت را دیده، به او آسیبی نمی رساند. موبت پیر ناعلاج از ماهاباد به مرو بر می گردد. در راه ویس را سرزنش نموده، درباره پاک نبودن گوهر او افسانه ها می گوید. ویس باشد باز بار دیگر روی راست اظهار می کند که مروی شاه جان بیرامین برایش زندان است و خلاص. پس شاهنشاه از او بیزار شده به خانه مادرش شهروی می فرستاند. رامین از این حال با خبر شده صبر و قرار را از دست می دهد. چی خواهی؟ ای دل از جانم چی خواهی؟ که جان را از تو ناید جز تباهی. تو تلخی عشق را اکنون بدانی، که بی کامی تو باشد زندگانی. نبود در هجر یک روزه قرارت، چگونه باشد اکنون روزگارت. بسا تلخا که تو خواهی چشیدن، بسا رنجا که تو خواهی کشیدن.
کنون بیپسیچ تا تیمار بینی، جدایی را چو شیمار بینی. کنون کت ناگه آمد فرقت یار، بشد خرما و آمد نوبتی خار. بپیچه دل که ارزانی بدردی، ببار آمد ترا آن بد که کردی. بریزی چشم خونی دل زدیده، که از پیشی تو شد یاری گزیده. جهان را شاید در دیگر نبینی، که همچون ویس یک دلبر نبینی. چی باید مرد را دیدار از این پس، که دیداری تو نپسنده جز او کس. گر از دیدار او بردارم امید، نبینم نیز هرگز ما خورشید. دو چشمی خویش را از بن برارم، که با هجرانش کوری دوست دارم. چو دیدار نگارینم نباشد، سزد گر خود جهان بینم نباشد. الا ای تیره گشته بخت شورم، تو شیری خشمناکی من گورم. به پیشم بود خرم مرغزاره، درو با من به هم شایسته یاره. کمین کردی و یارم را بردی، مرا بی مونس و بی یار کردی. کنون جانم ببر کم جان نباید، چو من بدبخت جز بی جان نشاید. ستمگارا و زفتا روزگارا، که نتوانیست با هم دید ما را. قریب 6 ماه می گذرد. خمار دیدار دلدادگان آنها را ضعیف و بیمدار می کند. روزی رامین با بهانه شکار می خواهد از مرو برآید. آنگاه چنین تاکید موبد را می شنود. را گفتار من امروز بند است، چو می تلخ است لیکن سودمند است. اگر پندی مرا در گوش گیری، از او بسیار گونه هوش گیری. به کوهستان زن نامی بجویی، مرو را هم بزرگی هم نکویی. کنی با او بفالی نیک پیوند، بدان پیوند باشی شاد و خرسند. نگردی بیش از این پیراهنی ویز، که پس کشته شوی در دامنی ویز. برادر چون مرا زو ننگ باشد، همان بهتر که زیری سنگ باشد. نگر تا این سخن بازی نداری، که بازی نیست با شیری شکاری. چو ابر آید تو با بارانش مستیز، بزودی از گذاری سیل برخیز. رامین ظاهراً به شاهنشاه وعده می دهد که دیگر روی ویس را نمی بیند، ولی باطناً به جانب دلخواهش پرواز می نماید. چنان آمد به نزدی ویس بانو، که آید دردمندی پیش دارو. بپیچیدند بر هم مرد و شمشاد، ز شادی هر دوان را گریه افتاد. ببوسیدند هر دو ارغوان را، پس آنگه بوسدین نوشین لبان را. ز شادی هر دو چون گل برشکفتند، گرفته دست هم در خانه رفتند. به رامین گفت ویسی ماه پیکر، رسیدت دل به کام و کان به گوهر. تو را باد این سرای خسروانی، درو بنشین به ناز و شادمانی. گهی
در خانه زلف و جام می گیر. گهی در دشت مرغان گیر و نخچیر. به نخچیر آمدستی از خراسان، به پیش آمد تو را نخچیر آسان. تو را من هم گوزنم هم تذروم، چو هم شمشادم و هم زادی سروم. گهی بینشین به پای سرو و شمشاد، به نخچیری چو من میکن دلت شاد. من و تو روز در شادی گذاریم، زی فردا هیچ گونه یاد ناریم. چو روزی خوش بود خرم نشینیم، که خود جز خرمی کاری نبینیم. به روزی پاک جامی نوش گیریم، به شب معشوق در آغوش گیریم. زمانی دل ز شادی بر نتابیم، همه کامی بیجوییم و بیابیم. هوای دل به پیروزی برانیم، که هم پیروز بخت و هم جوانیم. عشق ویس و رامین 7 ماه دوام کرد. از طول کشیدن سفر رامین، شاهنشاه گمان برده از پی دانستن حقیقت می شود. با او خبر می دهند که ویس و رامین با هم همچون شیر و شکر بوده به خوشی حیات به سر می برند. موبت بعد شنیدن این خبر ناخوش به پیش مادر رفته شکایت می کند. می خواهد که سری برادر و ویس را از تن جدا کند. اما مادر او را نصیحت کرده بر آتش غضبش آب می پاشد. پس موبت به مهاباد می آید و ویس را گرفته به مرو بر می گردد. هنگامی که موبت ویس را به ناپاکی عیبدار می کند، او قسم می خورد که پاک است و بیگناه. آنگاه موبت آتش افروخته پاک بودن ویس را سنجیدنی می شود. ویس را لازم بود که به آتش سوزان در آمده براید. چو از میدان برآمد آتشی شاه، همی سود از بلندی سرش با ما. زیبامی کوشک موبد ویس و رامین، بدیدند آتشی یازان به پروین. بزرگانی خراسان ایستاده، سراسر روی زی آتش نهاده. زی چندان مهتران یک تن نه آگاه، بدان آتش چی خواهد سوختن شاه. همانگه ویس بر رامین نگه کرد، مرو را گفت بینگر حال این مرد، که آتش چون بلند افروخت ما را. بدین آتش بخواهد سوخت ما را. بیا تا هر دو بگریزیم از در، بسوزانیم او را هم به آذر. بیا تا پیش از این کومان بخواند، ورا این راستی در دل بماند. من این را چاره چون دانم نهادن، سری این بند چون دانم گشادن. مگر ما را دهد دادار یاری، برافروزد چراغی بختیاری. کنون افتاد کار ایدر مپایید، کجا من میروم با من بیایید. پس آنگه رفت بر بامی شبستان، نگر زانجا چگونه ساختستان. فراوان زر و گوهر برگرفتند، پس آنگاه هر سه در گرمابه رفتند. رهی از گلخن اندر بوستان بود، چنان راهی که از هر کس نهان بود. بدان ره هر سه اندر باغ رفتند، ز موبد با دلی پرداغ رفتند. سبک بر رفت رامین روی دیوار، فروهیش از سر دیوار دستار. بچاره برکشید آن هر دوان را، و دیگر سو فروهیشت این و آن را.
فرو بس از سری دیوار دستار، پس آنگاه خود فرود آمد ز دیوار. همی دانست رامین بوستانی، بدو در کار دیده باغبانی. همانگه پیش مردی باغبان شد، بیارامید چون در بوستان شد. فرستادش به خانه باغبان را، بخواند از خانه پنهان قهرمان را. رو اسپم بیاور، گزیده هرچان باشد تکاور. همیدون خوردنی چیزی که داری، سلاح هم با هم از سازش کاری. بیاوردند آن چیزی که او خواست، نمازی شام رفتن را بیاراست. زمر اندر بیابان رفت چون باد، ندیده روی او را آدمی زاد. به 10 روز آن بیابان را بریدند، زمروی شاه جان زی ری رسیدند. برای در بود رامین را یکی دوست، بگاهی دوستی شایسته اوست. چو رامین را بدید آن مهر پرور، نبودش دیده را دیدار باور. ای عجب هنگامی چنین، کی یابد نیک میهمان چو رامین. ای برادر بپوشین راز ما در زیر چادر. مگو کس را که رامین آمد از راه، مکن کس را ز مهمانانت آگاه. خداوندی و من پیش تو چاکر، بل زی چاکر نیست کمتر. تو را فرمان برم تا زنده باشم، به پیش بندگانت بنده باشم. اگر فرمان دهی تا من هم اکنون، شوم با چاکران از خانه بیرون. سرایو جز سرایم مر تو را باد، یکی خوشنودی جانت مرا باد. پس آنگاه ویس با رامین و بهروز، به کامی خویش بنشستند 100 روز. گشاده دل به کام و در ببسته، به می گرد از رخانی کام شسته. به روز اندر نشاط و شادمانی، به شب در خرمی و کامرانی. گهی می بر کف و گه دوست در بر، شده می نوش بر رخسار دلبر. چراغی نیکوان ویسی گلندام، به شادی و برامیش با دل آرام. به شب چون زهره شبگیران برآمد، به بانگی مطرب از خواب اندر آمد. هنوز از باده بودی مست و در خواب، نهادندیش بر کف باده ناب. نشسته پیش او رامین دلبر، گهی تنبور و گاهی چنگ در بر. همی گفتی سرودی مهربازان، به دستان و نوایی دلنوازان. ما دو نیک یاریم، به یاری یکدیگر را جان سپاریم. به هنگامی وفا گنجی وفاییم، به چشمی دشمنان تیری جفاییم. شما را خرمی و شادخواری است، بداندیشان ما را رنج و زاری است. به رنجش دوستی سیری نیابیم، ز راه مهربانی رخ نتابیم. به مهر اندر چدو روشن چراغیم، به ناز اندر چدو بشکفته باغیم. ز مهری خویش جز شادی نبینیم، که از پیروزی ارزانی ببینیم. خوشا ویسا نشسته پیش رامین، چنان کبکی دری در پیش شاهین. خوشا ویسا نشسته جام بر دست، هم از باده
هم از خوبی شدم مست. بیار ای ویس جامی خسروانی، در او می چون رخانت ارغوانی. گر از دستی تو گیرم جامی مستی، مرا مستی نیارد هیچ سستی. ندانم مست چون گشتم به کامت، ز رویت یا ز مهرت یا ز جامت. نشاطی من ز تو آرام یابد، غمانی من ز تو انجام یابد. دلم درج است و در وی گوهری تو، کنارم برج و در وی اختری تو. ابی گوهر مبادا هرگز این درج، ابی اختر مبادا هرگز این برج. همیشه باد باغی رویت آباد، دو دستی من به باغت باغبان باد. شما قسم یکم رادیو منتج داستان فخرالدین گرگانی ویس و رامین را شنیدید. تهیه‌گر هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیب‌الدین، کارگردان آواز معرفت خالق‌وه، برنده سیورا قاسم‌وه. این گفتار سال 1967 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.